سلام، شبتون خوش. اول از همه میخوام بگم که میتونم تصور کنم که شنیدن این حرف ها، شنیدن این روایت های وحشتناک میتونه چقدر سخت باشه و خیلی ارزشمنده. کسایی که خیلی ارزشمنده اگر که شما میشنوید و تحمل میکنید. از اونجایی اهمیت داره گفتن اینها که آنچه که در مسیرهای غیرقانونی اتفاق میفته به شکل عامدانه داره لاپوشونی میشه، یا شکلی که بازنمایی میشه در اخبار و خیلی از مستندها. همه آنچه که میگذره نیست و به نظر من ضروریه که در موردش صحبت بشه. خب تا کجا گفتم؟ تا اونجایی که ما به شکل یک سری اجناس گوگولی مگولی و خوشحال کنار جاده که در ارتفاع بالاتری نسبت به دریا بود، کنار جاده کمپ کرده بودیم و باید نقشه سری آدمه که با هم دیگه آشنان و خوشحالن رو بازی میکردیم و اون رابط مدام به ما سیخ میزد و اصرار میکرد که بخندید، دستتون استفاده بکنید طوری که وقتی که یک ماشین رهگذر رد میشه و ما رو نگاه میکنه فکر کنه که ما اومدیم پیکنیک. و این خیلی سخت بود چون که ما خیلی مضطرب بودیم، نگران عزیزانمون بودیم که قرار بود با ماشین بیان و تاریک بود. ما نمیتونستیم ببینیم چه کسانی از ماشین پیاده میشن و ما همدیگر رو نمیشناختیم. یعنی غیر از این که از اون آدم که از طرف قاچاقچی بود میترسیدیم و خیلی بدبین بودیم نسبت بهش، چون دیگه همه تا یه حدی فهمیده بودیم که چقدر بهمون دروغ گفتن، حالا توی موقعیت‌های مختلف. با هم دیگه هم آشنا نبودیم، ما هم که مسافر بودیم همو نمیشناختیم، نمیتونستیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و هر کدوم فقط گوشمون رو تیز کرده بودیم برای اینکه ببینیم این آدمایی که دارن از ماشین، مثلا هر ماشین 4 نفر رو میتونست با خودش بیاره و حدود مثلا 80 نفر قرار بود که 4 تا منتقل بشن تا از این سرازیری برن توی لای بوته ها قایم بشن که حالا سوار قایق بشیم. در نهایت آخرین ماشین رسید و پیاده شدن آدم ها و ما زنهایی که حالا با این 2 نفر این بالا نشسته بودیم آخرین دسته و گروه بودیم که از یه مسیر خیلی گلالود و خیلی سنگلاخی توی تاریکی ما رو هل میدادن و اصرار میکردن که بدوید، قایم شید، ساکت باشید، صدا ندید. و حالا اون لحظه‌ای بود که من رسیدم و اون دوستم، کسی که همراه هم بود توی قایق، رو بین اون علفا توی تاریکی دیدیم همدیگر رو و تازه اون لحظه متوجه شدم که چقدر پیوندهای بین انسانها، چه کسانی که از قبل همدیگر رو میشناسن، چه کسایی که یه ساعت اینجا با هم آشنا شدن، چقدر شکل پیوند بین انسانها در مسیر مهاجرت با شکل پیوندی که ما در روزمره در شهر میبینیم یا تجربه میکنیم چقدر متفاوته، چقدر نزدیکتر، آسیب پذیرتر، وحشیانه تر، عریان‌تر و شکل حیوانی تری داره. به این شکل که ما غریزی متوجه شده بودیم که فقط همدیگر رو داریم، ما 80 نفر، و در عین حال یک رقابت پنهانی بود بر سر منابع. حالا اینا رو
توی قایق بهش میرسیم خیلی مشخص تره. به هر حال اونجا وقتی که من دوستم رو دیدم متوجه شدم که ما چقدر در تمامی تاریخ بی‌پناه بودیم به عنوان انسان و توی سیستم‌های بزرگ شدیم و زندگی می‌کنیم که به ما توهم با هم بودن، کنار هم بودن رو میده، در حالی که به شدت ما رو از همدیگه جدا انداخته و به شدت ما رو ایزوله کرده، حتی در جمع‌های دوستانه، در روابط عاشقانه، در روابط خانوادگی. چقدر ما در وضعیت‌های آشفته و خطرناک بی‌دفاع هستیم. ما نتونستیم که پیوندهای واقعی و عملی بسازیم که اون لحظه بتونه به درد ما بخوره، چرا که ما میخواستیم که کمک همدیگه بکنیم و با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، ولی نمیتونستیم چون که تمرین نکرده بودیم در زندگی واقعی این رو، چون که یک توهمی از آرامش، امنیت و ثبات وجود داره در شهرها و در وضعیت‌های معمولی که در وضعیت جنگی متوجه میشه که نه، اون شکلی که فکر میکرده نیست و مهاجرت غیرقانونی یک وضعیت جنگیه. جنگ تو با خیلی چیزها، با پلیس، با خود قاچاقچی و بعد با طبیعت، با کوهی که ازش رد میشی، دریایی که تو رو میخواد ببلعه، زمین زیر پات و یک سری مرزهای قراردادی که هر کدوم شبیه تیغه که تو از تیغ قرار عبور بکنی، که حتی اگر سالم هم عبور کنی چند تکه شدی با یک تیغ نامرئی. به هر حال ما اونجا موندیم، ما 2 مرتبه اونجا منتظر بودیم و یک چیزی رو متوجه شدیم. ما متوجه شدیم که تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزیه که قرار گذاشته بودیم با قاچاقچی. چرا که ما با قاچاقچی قرار گذاشته بودیم که در نهایت حد اکثر 30 نفر توی یک قایق باشه، در حالی که ما اونجا نزدیک 80 نفر آدم بودیم و قرار بود همه سوار یک قایق بشیم. 2 مرتبه ما رو 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا سوار یک قایق های بادی کردن. یه قایق بادی کوچولو که این قایق از ساحل شنا میکرد میرفت سمت قایق اصلی و من و رفیقم آخرین قایق بودیم، چون که من چرتم برده بود و حالا دیر بیدار شدم و اینها. به هر حال بعد زمانی که من پیاده شدم توی قایق دیدم که یه نفر، یکی از همون آدمایی که رابط بود مسئول ما بود، اومد به یک پسر که ترکی بلد بود ولی مسافر بود مثل ما، یک پسری از افغانستان بود، رفت تون یه چیزایی رو توضیح داد که نمیدونم اینجا بادبانها رو اینجوری میکنی و اونجوری میکنی و فلان و اینا، و خودش سوار همون قایق بادی شد و رفت. و من اونجا یک لحظه غریزم بهم گفتش که همین الان بپر توی این قایق و با این برو گور بابای اون پولی که دادی، گور بابای پلیس ترکیه، پلیس جمهوری اسلامی، زندان یا هر اتفاق دیگه‌ای که روی خشکی منتظر توه، جایی که پات روی زمینه. یعنی من اونجا به شکل یک حیوانی که مثل گربه‌ای که بخوای بندازیش توی وان حموم، اون شکلی شدم، چون متوجه شدم که اینا با من قرار نیست بیان و هیچ کدوم از این آدم هایی که ما باشون در ارتباط بودیم و یک سری اطلاعاتی در مورد این سفر داشتن همراه ما نمیشن. اونا سوار شدن و رفتن و در نهایت حالا توی تاریکی اینطوریه که یه دونه قایق رو تصور کنید از این قایق های تفریحی که برای 8 نفر ساخته شده که خب اون پله میخوره میره پایین و اون پایین 2 تا اتاقه که توی هر اتاق
یه دونه تخت 2 نفره است، همین، و یک دونه اتاقی بزرگتر وسط این دوتا، بین این دوتا اتاق که یه دونه دستشویی این طرفشه، یه دونه دستشویی اون طرفشه، و ظرفیت این قایق برای 8 نفره و ما 80 نفر آدم بودیم. ما 70 خورده ای، نزدیک به 80 نفر. خب 3 تا آدم ترک زبان از ترکیه بودن که اینها یکیشون کاپیتان بود، صاحب قایق بود، و 2 تا مثلا کارآموز یا حالا دستیار داشت که اونا جوانتر بودن. و اینا سریع همه مردا رو چپوندن اون پایین. یعنی یک تعداد، مثلا تصور کنید که ما 7 یا 8 زن بودیم، یک بچه، یک تنها کودک قایق، کودک 6-7 ساله بود، یه پسر بچه 6-7 ساله، و بقیه مرد. و اینا همه رو چپوندن اون تو، که اصلا این که من میگم چپوندن یه شکل دیگه. تمام این مفاهیم و کلماتی که من توی این داستان دارم به کار میبرم، چرا گفتن این داستان سخته؟ به خاطر اینکه اینایی که من دارم، صفتهایی که من به کار میبرم، معنای عادی و روزمره‌ای که تا به الان استفاده شدن رو ندارن. یعنی وقتی من میگم چپوندن، مثلا ما میگیم که خیلی خوب، ما مثلا 4 نفری روی تخت 2 نفره با هم یه شب خوابیدیم چون جا نبوده، یا مثلا 6-7 نفری روی زمین خیاری کنار هم دیگه خوابیدیم چون جا نبوده. نه، من در مورد چپوندنی حرف میزنم که آدم‌ها روی هم دیگه سوار میشن. از وحشتی حرف میزنم که با تمامی اشکال وحشت در ذهن من متفاوته. یعنی اونجا باهاش مواجه شدم و تا پیش از این اصلا یه همچین وحشتی رو نمیشناختم. و تمامی چیزهایی که حالا قراره توی این مسیر تعریف کنم همین شکلی یه سر شکل دیگه پیدا کردن و خیلی سخته، به خاطر اینکه من همه اینا رو باید باز کنم، چه بخوام بنویسم چه بخوام بگم. خیلی سخته برای اینکه بگم چه شکلی کلمات حتی معنای خودشون رو از دست میدن و تو برای بازگو کردنش یا باید یک زبان جدید درست کنی یا خیلی باید حرف بزنی، خیلی باید توضیح بدی. به هر حال اینا همه رو چپوندن و یه 3 تا زن افغانستانی بودن که با هم دیگه خویشاوند بودن. من دقیقا یادم نیستش، یکیشون با برادرش اومده بود و اون 2 تای دیگه هم یه دختر خاله اینا بودن. حالا به هر حال اینا حاضر نمی‌شدن که حجابشون رو در بیارن، می‌خواستن روسری داشته باشن. اینا با همراه مردها به داخل کابین رونده شدن توی همون ازدحام. یک سری زنهای دیگه از این امتیاز برقرار بودن. وقتی من از کلمه زن استفاده میکنم منظورم یک غیر مرد سیسه، میتونه انسان کویر هم باشه، من برای ساده تر شدنش میگم زن. ما یه سریامون خوش شانس بودیم که حجاب نداشتیم، من و یک نفر دیگه. ما رو بیرون نگه داشتن، به ما گفتن شما اجازه دارید بیرون بمونید، خاطر اینکه این ویترین دوم بود. ما قرار بود 2 مرتبه نقش ویترین رو بازی کنیم. چقدر شده؟ من سعی میکنم کوتاه بگم، چون من فکر میکنم که این حجم از دهشت و اضطراب واقعا درست نیستش که به شما وارد بشه، یکم حالت خوبی نداره. به هر حال همینجا نگه میداریم و من میرم. مراقب خودتون باشید.